بار دیگر عرض سلام و ادب خدمتی همه شما همدیران، هموطنان، برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم تن صحت سلامت باشید. امروز تصمیم گرفتیم در پخش مستقیم راجع به سفر امام علی رحمانوف و حضور او در نشست سازمان ملل متحد صحبت کنیم و علاوه بر این در موضوعات گوناگونی که در این هفته نشر شدن راجع اونها هم صحبت کنیم. هموطنان عزیز، من نوار امام علی رحمانوف را از اینترنت گرفتم و راجع صحبت‌های امام علی رحمانوف در سازمان ملل متحد من به این موضوع اصلی که برنامه را عنوان دادیم برگردم. میخوام در موضوع دیگری کمی توجه شما را جلب کنم که در این هفته گذشته از جنوبی تاجیکستان اخبار نشر شد راجع به قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف و این قضیه را من از روزهای اول بررسی دارم و برای شما در تمام رسانه ها نشر میکنم و اخبار می نویسم و امیدوارم که امروز هم در همین موضوع کمی معلومات نسبت شما بدهیم و ایرا از رادیوی آزادی و معلوم به سمت شما خواهیم رساند. و دوستان عزیز، هموطنان گرامی، یادتون باشد که برادر نسیم جان شریپوف نماینده حرکت سیاسی گروه 24 و سهراب ظفر راهبری حرکت سیاسی گروه 24 در کشور ترکیه از شهر استانبول ناپدید گشتند و ماها ناپدید بودند، اگرچه هفته اول معلوماتی رسیده بود که اونها براهای غیر قانونی دزدیده به تاجیکستان برده شده بودند. این معلومات را من شخصا بنده به سمت شورای حرکت سیاسی گروه 24 رسانده بودم، ولی متاسفانه با اون سبب هایی که بعضی از اشخاص ها شاید نمیخواست این معلومات زودتر نشر شود و یا اینکه گویا که دلایل قانع کننده نبود، ولی به هر حال این چیز نشر نشد تا زمان آخره که خود پروکرور گنرالی در سوال روزنامه‌نگاران اخبار داد، خبر داد که ایشان در تاجیکستان قرار دارند و اونها رو به تاجیکستان آوردن و معرفه سودیشون رفته ایستاده است. دوستان، و در مدت تلاش‌های زیادی کردیم، نوشتیم به سازمان‌های ملل، به سازمان‌های بانفوذ و حقوق بشر و علاوه بر این به کشورهای بالقدرت برای بررسی قضیه این دو برادر و این دو فعال سیاسی، اما اینها هم به نتیجه مون و هیچ انسان و هیچ کشور متاسفانه واکنش جدی در باره این قضیه نداد و متاسفانه این دو نفر و این دو فعال تاجیک عین حال در زندان قرار دارند. اما هفته گذشته در تاجیکستان معلومات نشر شد که سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف به دادگاه حضور پیدا کردند و این دادگاه پشتی درهای بسته برگزار گردید و در این دادگاه نسبت این دو فعال تاجیک و این دو شهروند تاجیکستان به ماده‌های گوناگون اتهام وارد کرده شد، ولی اینها این اتهام‌ها را نپذیرفتند. اما همین طور دادگاه به نتیجه پشت درهای بسته گذشت و اعلان نکردن نتایج دادگاه رو و دادگاه رو گذاشتن به روز بعدی. رسانه رادیوی آزادی به سمت شما با معلومات مفصل‌تر میخونم و انشالله که بعدم بازم صحبت در همین موضوع کمی ادامه میتیم برای این دو برادر ما و سپس برمیگردیم به موضوع اصلی که عنوان برنامه را اون گذاشتیم. معرفی دادگاه سهراب ظفر راهبر گروه 24 و نسیم جان شریپوف عضو دیگر این سازمان مخالف پس درهای بسته در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه سر شده است. به قول منابع رادیوی آزادی دور اول آن روز 18 سپتامبر گذشت، ولی پیوندانشان به آن راه نیافتند. مقامات شرح نمیدهند، معلوم نیست که آنها به وکیل مدافع تامین هستند یا اینکه نه. پیوندان سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف روز 20 سپتامبر با تماس‌های ما پاسخ ندادند. پیشتر گفته بودند که جزئیات قضیه و تهیه‌ای که و تحت چه شرایط قرار داشتن آنها به خبر ندارند. خب دوستان عزیز، مسئولان گروه 24 روز 20 سپتامبر در بیانیه معرفی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف را نمونه دیگری نقض حقوق آدمان و بی‌عدالتی گسترده در تاجیکستان دونستند.
به جای مقامات و خب دیگر اینجا نسبت اینها در عموم گفته شده است، اما که میبینیم سهراب ظفر گروه بسیار فعال این گروه سازمان مخالف حکومت در ماه فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه طور مرموز ناپدید گشتند. اما در حالی که شما دیدید در اینجا معلومات بیشتری نشر نشده است، ولی در همین قدم اول وقتی که شما میبینید اینجا ذکر کرده شده است که این دو فعال سیاسی حرکتی سیاسی گروه 24 متاسفانه پشت درهای بسته معرفیشان گذشت و اونها در این هفته پشت پنجره باید به زندان‌های طولانی همطوری که گفته شده بود، یعنی دادستان به اینها یک اتهامات خیلی زیادی وارد کرده است و حد زده می شود که به اینها زندان‌های خیلی طولانی عمر داده شود. اما دیگر معرفه پشت درهای بسته بود، خویشاوندانشان به اونجا راه نیافتند و مشخص نیست که با وکیل یا اینکه به اصطلاح روسی ادوکات دارن یا ندارن، این معلومات ولی دقیق نیست. ولی همطوری که میبینید متاسفانه تاجیکستان با همون قانون‌هایی که همیشه با همون رفتاری که همیشه کارهایش پیش میبرد ادامه میدهد و هیچ انسانی از اینها خبر نمیدهد. همطوری که خود مولی رحمانوف همین هفته در دیروز در سازمان ملل متحد برآمد داشت و در برآمدش از صلح و ثبات و امنیت و آرامی خیلی صحبت زیاد کرد. اما همطوری که میبینید در کجا صلح و ثبات و آرامی وقتی در داخل کشور خود میبری دو انسان و دو فعال سیاسی توجیه رو در پشت درهای بسته معرفه دادگاهیشون رو میگذرونید، در حالی که اینها سریت دولتی یا حکومتی ندارن، اینها هیچ وقتی در حکومت و دولت قرار نداشتن و باز هم خشتوار اونها را به معرفه دادگاه راه نمیدهی و مشخص معین نیست که آیا اینها رو با وکیل متوفی تامین شده هستند یا اینکه نیستند. و چون این کارهای غیر انسانی غیر قانونی کرده میشه و من نمیدونم که سازمان ملل، کشور اتحادیه اروپا، کشورهای اتحادیه اروپا و خود کشور آمریکا که میزبان این نشست بود چگونه و چون این دیکتاتور و چون این انسان راه میدین که برود در سازمان ملل متحد سخنرانی کند و یا اینکه برآمد کند و از صلح و ثبات و امنیت جهان صحبت کند، در حالی که صلح و ثبات و امنیت و آرامش در داخل تاجیکستان دیده نمی شود. همونطوری که میبینید در این اخبار متاسفانه. دوستان عزیز و برادران گرامی، ما برمیگردیم به موضوع اصلی امروزه برنامه و بازم موضوع دیگری هست که در روند این صحبت خواهیم کرد، اما ما برمیگردیم به اون موضوع و همونطوری که من برای شما گفتم معلومات برسونم راجع به قضیه برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف، چون من از روزهای اول این قضیه را پیگیری دارم و برای خیلی مهم است که بدانم برادران و همصفان من در کجا قرار دارن و در چه حال قرار دارن و برای آزادیشان چه کارهایی را انجام داده میتوانیم. برادران و خواهران عزیز ایرانی، من در هفته‌های گذشته روجی چندین موضوع صحبت کردم و مخصوصا همین نواری که اول کوتاهی که در اولی برنامه گذاشتم و بعدا این را قیچی میکنه شاید بینندگانی که بعدا این برنامه رو میبینن این نوار رو نبینن، ولی در برنامه قبلی من این نوار هست، شما میتونید این نوار را اهمیت بدین. در اینجا من راجع به اهمیت و احترامی کسانی که از حقوق شما و مردم تاجیکستان دفاع میکنن صحبت کردم و شما میتونید این را پیگیری کنید، ببینید که ما فکر میکنیم که کدام نجات دهنده سیاره میآید و ما مردم تاجیکستان را نجات میدهد و این زندانیای سیاسی که در داخل تاجیکستان امروز برای دفاع از برای سرزمین، برای دفاع از حقوق و آزادی های شهروندی پشت پنجره رفتن، کسی میاد اینها را نجات میدهد و از زندان ظالمان رها میکند. ولی چون این نیست، اینها آزاد نمیشوند تا زمانی که ما و شما قدری یک و یک اینها رو ندانیم. یعنی قدرشناسی از هر کسی که در راه مبارزه برای آزادی تلاش میکند قدردانی کرده شود، مخصوصا برادر ما سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف و امثال اینها، عزت امان، کرامت شریپوف و دههای دیگر باید کارهایشان قدردانی کرده شود در قدم اول که اینها واقعا قهرمان بودن برای کار و فعالیتایی که در اون سمت جاده‌ای که پیش گرفته بودن و تلاش و کوشش کردن، نه وابسته از اونی که علم عالی نداشتن، نه وابسته از اونی که پول و مال و دارایی نداشتن، ولی جون و توانایی خود رو در راه دفاع از حقوق انسان، در راه دفاع از حقوق بشر، در راه دفاع از حقوق مردم تاجیکستان
وقت عمرشون دادن، تلاش کردن، ولی متاسفانه امروز به مشکلی دچار شدن که نیاز به احترام و قدردانی یک و یکی ما و شما دارد و مبارزه اونی رو دارد که ما و شما بتوانیم بریم این دو ابرمرد را از زندان آزاد کنیم و دههای دیگری که پشت پنجره بسته در تاجیکستان در زندان هستند. یعنی قدرشناسی نکردن و ندانستن این باعث میگردد که 10 سالهای دیگر عقب بزنن و فکر نکنید که امروز کدام حزب سیاسی و یا حرکت سیاسی، جریان سیاسی میاد برای ما و شما بدون کمکی همه شهروندان تاجیکستان در تاجیکستان انقلاب میکنند. امروز نه حرکت سیاسی گروه 24، نه حزب نهضت اسلامی و نه دیگر جریان‌های سیاسی متاسفانه یک برنامه دقیق انقلابی برای رسیدن به آرمان‌های ملت ندارد و هر کسی میگوید که این برنامه‌ها وجود دارد دروغ میگوید و چون این برنامه‌هایی نیست، برنامه‌های انقلابی دیده نشده است و حتی تا اون درجه ما میتونیم به اصطلاح و مکمل تر صحبت کنیم که شما منتظر اونی نباشید که کادرهای وجود دارد که توانایی بررسی چون این یک برنامه انقلابی را در داخل این حرکت ها به میان بیارد، یعنی چون این کادرهای وجود ندارد. بر اساس همین این ملت امروز باید امید به خودش داشته باشد، قدرشناس از هر کسی که در این راهی مبارزه عمرش تلاش میکند، عمرش سپری میکند و اون باعث میگردد که به پشت زندان میرود. کوشش کنیم که خودمون بیاییم و بررسی کننده یک برنامه دقیق انقلابی باشیم و سهمگذار در این راه باشیم و تلاش کنیم که آینده تاجیکستان رو دیگر کنیم. وگرنه هیچ شخصی نمیاد برای ما و شما برنامه نمیکشد و هیچ جریان سیاسی آماده دیگرگونی در تاجیکستان نیست. همونطور که 10 سال شد ما در خارج کشور قرار داریم، میبینیم که یک عملی دقیق در راهی رسیدن به انقلاب تا امروز گرفته نشده است. یک برنامه دقیق انقلابی و رسیدن به انقلاب دیده نشده است، مگر اینکه در اولی سالهای 2014 و 15 ما همطور که دیدیم حاجی عمر علی قوت خدا رحمتش کنه و ایشان از الله تعالی راضی باشد واقعا برنامه انقلابی داشتن و تلاش برای این برنامه را انجام دادن و اعلان ها هم کردن و حتی آماده به اروپا رفتن نبودن و کوشش کردن که یک برنامه انقلابی در داخل همون وطن خودمون داشته باشند و کوشش کنن نزدیکتر به اون وطن بروند و سفرشون از دوبی به قرقیزستان خودش نشانه یک جسارت، نشانه توانمندی، نشانه آماده انقلاب در تاجیکستان است. خیلی ایشان وابسته به خطای کشور از به قرقیزستان سفر کردن ولی بعدا قرقیزستان او را کشور ترکیه، ولی به هر حال ایشان آماده انقلاب، آماده دیگرگونی و اعلانش در سال 2014 9 نوامبر برای یک سنجشی تظاهرات در پایتخت کشور خودش نشانه آماده شدن یک انقلاب را می داشت. بر اساس همین چون این حزب ها و حرکت ها عین حال دیده نمی شود و جریان های سیاسی که موجود است متاسفانه برنامه دقیقی برای ملت تاجیک و مردم تاجیکستان نگرفتن در پیش و این باعث می‌گردد که هزارها فرزندانی این سرزمین با مانند سهراب ظفر، نسیم جان شریف، عیسی امان و ده‌های دیگر پشت پنجره بروند و هیچ انسانی از حقوق اینا دفاع نکند و قدرشناسی دیده نشود. حتی من یادم هست که یکی از برادران در سالهای 2021 بود، بعد از ربوده شدن عیسی امان و 20 بود به نظرم اگر اشتباه نکنم، بعد از ربوده شدن عیسی امان بسیار پیشنهادهای درست کرد و گفت که باید ما یک برنامه قدرشناسی داشته باشیم و امثال و مثال و پیشنهادهاش کرد که ما باید هر کدوممون در برنامه هامون از عکس‌های همین انسان ها در پشتی استودیویی که برآمد میکنیم داشته باشیم و این اشخاص قدرشناسی کرده بشوند و اجر گذاشته شوند برای زحمت ها و تلاش هایی کردن که هر کسی که در این راه میآید بداند که این انسان عمرش را بیهوده تلف نمی کند و آینده تاجیکستان قدرشناسی کرده می شود و آینده حتما این زحمت و تلاشش در آینه تاریخ بیشتر می شود. ولی متاسفانه این پیشنهادها جدی گرفته نمی شود و ما می بینیم که متاسفانه از جانب بیشتر مخالفان این چیزها دیده نمی شود و هم یک چیزایی که نوشته می شود در روی کاغذی که بعدا یک هفته پس از بین می رود و اوضاعش خاموش می ماند. ما باز هم از زمین منبر سازمان ملل متحد و
رحمانوف برآمد کرد و از کشور امریکا که میزبانی اون بود و دیگر نیابوته اوید حقوق انسان مراجعت میکنیم و درخواست میکنیم و طلب میکنیم که به حق دو برادر ما رسیدگی شود و ایشان باید به وکیل مدافع تامین کرده شوند در کوتاه‌ترین فرصت و به خویشاوندان اینها اجازه داده شود که در روند معرفی دادگاهی اشتراک کنند و حضور داشته باشند و بتوانند از حقوق فرزندانشان و از حقوق این شهروند تاجیکستان دفاع کنند. و علاوه بر این در برای جامعه تاجیکستان روند معرفه آشکار و روشن بیان کرده بشود تا اینی که ما و شما از حالت این شهروندان تاجیکستان با خبر بشیم که در چه حالت قرار دارند، آیا شکنجه نمیشوند، آزار و اذیت کردن نمیشوند و در چه حالت قرار دارند. این حال این یک چیز خیلی مهمی است که باید هر یک شهروند تاجیکستان راجع چنین قضیه ها با خبر شود. خب برمیگردیم با صحبت های ایمومالی رحمانوف هموطنان عزیز. همونطور که شما میدونید ایمومالی رحمانوف طول یک هفته می شود در رسانه‌های تاجیکستان اعلان را نشر کرده است که پیشوای سیاره تاجیکان، یعنی پیشوای سیاره تاجیکان ایمومالی رحمانوف از سازمان ملل به کشور امریکا سفر میکند. اونجا در سازمان ملل صحبت خواهد کرد و صحبت ایشون باعث نجات سیاره و نجات انسانیت خواهد بود. این صحبت هایی است که در تمام رسانه های تاجیکستان نشر کرده می شود و تمام چاپلوسان ایمومالی رحمانوف و حکومت او تلاش میکنند که این را به گوشزد کنند به تمام جامعه تاجیکستان و جامعه تاجیکان جهان که ایمومالی رحمانوف یگانه شخصی است که امروز در سازمان ملل متحد صحبت میکند و برای آینده ملت تاجیک و آینده کشور تاجیکستان در عموم آینده انسانیت صحبت و سخنرانی میکند. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، این یک هفته در گوش ما چنان لبشه خواندن، در گوش ما چنان قرائت کردم، زمزمه کردن از سفر ایمومالی رحمانوف که من فکر کردم این سال صحبتی ایمومالی رحمانوف صحبتی متفاوتی بود و پرمضمونی بود و در این صحبت ایمومالی رحمانوف پیشنهادهایی میکند که اصلا شاید موقعگیری کند، شاید درباره موقع تاجیکستان درباره تاجیکان افغانستان یک موضوع خیلی یک موقعگیری خیلی روشن واضحی باشد و موقعگیری تاجیکستان درباره فلسطینی ها موضوع روشنی باشد و در اینجا یک صحبتی پر محتوایی باشد که دیگر برای آینده بشریت و جنگ دیگر خاتمه میبخشد. موضوع سازمان ملل هم این موضوع صلح بود برای که امن و آرامی در جهان به میان بیاید و تمام پرزیدنت هایی که در اینجا اشتراک کردن موضوع اصلیشان موضوع صلح و آرامش در جهان بود. ایمومالی رحمانوف هم در این موضوع باید حتما پیشنهادهای خیلی معین مشخص میکرد، ولی متاسفانه هم طوری که شما هم اگر صحبتش گوش کرده باشید شنیدید چنین ها نبود و بیایید به اصطلاح بیشتری چاپلوسا و مدعی خانای ایمومالی رحمانوف صحبتی ایمومالی رحمانوف پیشوای سیاره تاجیکان اونها رو تماشا میکنیم و برمیگردیم ببینیم که سیاره تاجیکان چی میگوید، در پیشنهادهایش چیکار کرد در سازمان ملل متحد و صحبتی پیشوای چاپلوسان تاجیکستان. برمیگردیم ان شاءالله که بعد بازم صحبت میکنیم در این موضوع. خب من این نوار رو واسم به شما دوستان برسونم. بخشش دوستان، اینجا من اشتباها را آوردیم. من برمیگردم این باره. خب دوستان عزیز، اگر که صدا نباشد حتما در زیر نظریات بنویسین و من حتما این نظریات شما را اهمیت میدیم و اگر صدا که نباشد حتما من ان شاءالله که این بار صدا را درست‌تر میکنم. و دوستان فراموش نکنید که کانال ما کانال نو است و متاسفانه ابونچیش کم است و بینندش کم است. از شما خواهش میکنیم که برای بهتر ساختن کانال ما ابونه شوید، لایک خود رو فراموش نکنید، کامنت بنویسید تا اینی که
همین جای یگانه رسمی که ما از این پس برآمد میکنیم اینجاست و این کانال بیننده بیشتر پیدا کنه و ما بتوانیم در آینده برنامه‌های معین مشخصی برای شما نشر کنیم. دوستان بیاید صحبتی ایمالی رحمانوف رو یا اینکه صحبتی به گفتی مدعای خانه حکومت صحبتی پیشوای سیاره رو برای شما نشر کنیم. I invite His Excellency Emomali Ramu, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیرکل، خانم‌ها و جنابان، نخست می‌خواستم با دبیرکل سازمان ملل متحد. دوستان عزیز، اگر شما زیاد صحبت رانی کرده باشید در قدوم اول میدونید که وقتی که در یک صحبت میکنید همیشه اولی صحبت رانی شما خانمان و آقایان و حتی امکان سلام علیک کردن به همون تالاری است که اشخاص معین حضور دارن. حتی ایمالی رحمانوف همین سلام علیک را که میکند از روی کاغذ است، یعنی چشمش از کاغذ هم نمیگیرد. یعنی حالا صحبت های ایشان و دیگر اطرافی که اونجا من به سمت شما میرسانم در روند برنامه تماشا کنید و فرقیت رو شما یک بار نگاه کنید که فرقیت بین صحبت های ایمالی رحمانوف و پرزیدنت های دیگر کشور، ما مخصوصا پرزیدنت نو انتخابی جمهوری اسلامی ایران هم به سمت شما در آینده میرسانم. حتما شما اون را تماشا کنید و میفهمید که بین اینها چه فرقیت داره. شما یک بار نگاه کنید، برام آینه میگذاریم. نخست می‌خواستم با دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشبث تشکیلات سامیت آینده و دعوت برای اشتراک در این همایش مهم عرض سپاس نمایم. با سعی و تلاش‌های هماهنگ‌سازانه پیمان به خاطر آینده نمایندگان آلمان و نمیبیا را بلند ارزیابی می‌نماییم. این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، حفظ سلامتی عامه، رفع کمبزاعتی، وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. مسائل وابسته به خلع سلاح، نظارت اسلحه و خفف تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت همانا توجه جدی ما را تقاضا می‌نماید. مطرح گردیدن مشکلات آب و اقلیم در سند نهایی این سامیت ضرورت ادامه عملهای تأخیر ناپذیر کشورهای عضو و دیگر طرفهای منفعت‌دار را به خاطر تأمین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیق 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018 2028 یکی از نمونه‌های روشن تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. دوستان عزیز، یک چیز را اینجا من قید کنم که همطور که شما می‌بینید اصلی موضوع روی صلح و آرامش در جهان است و مخصوصا این موضوع در سازمان ملل برای اون گذاشته شده بود که درگیری ها در اوکراین و درگیری ها در فلسطین، درگیری ها در لبنان واقعا باعث نگرانی جامعه جهانی شده است و این سازمان این نشست را تشکیل کرد و مخصوصا به خاطر این موضوع و چیزی که در اونجا وجود دارد، ناآرامی‌هایی که در اونجا وجود دارد. شما یک چیز خوب دقت کنید برادران و خواهران عزیز گرامی که ایمالی رحمانوف از روزی که در همین نشست، یعنی ببین از روزی که در همین نشست یک پیشنهاد کرده است که آب درباره آب و نوشیدنی آن، این آب و رشد آن در ملل پذیرفته شده است که باید برنامه سال 2018 و 2028 اشتباه نکنم بله برای 10 سال و ایمالی رحمانوف همه ساله از سال 2018 هر زمانی که میآید و پیش از اون وقتی که می اومد در همین سازمان ملل وقتی که میدروید یگانه موضوعی که صحبت میکند آب و رشد آن است. دیگر هر سال همین نقطه رو ذکر میکند که من پیشنهاد کردم این نقطه پذیرفته شد. اوی بابا کافی است دیگه، آخه دیگه چی در کار دراز کردن چون این موضوع ها؟ اوی بدبخت نیست که هر سال تو بیای فقط یک موضوع را در همون موضوع صحبت کنی، آب، اقلیم و رشد آن. دیگر موضوع در جهان وجود ندارد. امروز هزارها فرزندان این سرزمین در افغانستان کشته می شود.
امروز تاجیکای افغانستان میدونی چقدر زیر ذلت قرار دارن. وقتی که این موضوع را صحبت میکنی، امروز تاجیکا را تجاوز میکنن، دختر 10 ساله تاجیک را بنی امروز نسل ما را در اوج از بین میبرن. چرا این موضوع صحبت نمیکنی؟ نگرانی موضوع تاجیکای ازبکستان افغانستان رو بررسی نمیکنی که در چه حالت قرار دارد. هر ساله میره فقط در یک موضوع، آب، رشد و اقلیم آن. بیا یک بار صحبت خوب دقت بدیم. کشورهای عضو و دیگر طرفهای منطقه‌دارا به خاطر تامین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 یکی از نمونه‌های روشنی تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. حاضرین گرامی، قبول گردیدن پیمان به خاطر آینده از نتیجه این سامیت به شرایط راست می آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته و خطر و تهدیدهای گوناگون امنیتی دچار شدند. جامعه جهانی می تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای ما کامیاب گردد. تحکیم و توسعه ها، جهتی رسیدن به هدف‌های رشد استوار از اقدام‌های مشترک در راه تامین صلح و ثبات پایدار وابستگی بی‌واسطه دارد. از این لحاظ ما در سطح جهانی اندیشیدن تدبیرهای مشترک را با مقصد پرزور کردن همکاری و همیاری برای تامین امنیت فراگیر مهم می‌شماریم. تاجیکستان با صفت کشور میزبان روند دوشنبه آید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان در برابر دیگر موضوعهای کلیدی استقبال می‌نماید. ما از نقش کلیدی و هم آهنگسازی سازمان ملل متحد در این جاده جانبداری می‌نماییم. خانم‌ها و جنابان، امروز ما شاهد افزایش نزاع‌ها در مناطق گوناگون جهان هستیم که صدها هزار تلفات جانی را میان اهالی آسایشته در پی دارد. ما رهبریت دولت‌ها را ضرور است که اطراف هدف‌های عمومی و مقصد تامین صلح پایدار در تمام کره زمین و خاتمه بخشیدن بر رنج و عذاب آدمان بر اثر جنگ‌ها و پیامدهای دهشتبار آنها متحد شویم. وقتی آن رسید است که ما از اقدام‌های مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاعات و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیریم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور می‌شماریم که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مالیوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی و مقصدی رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر و راه‌اندازی نماید. اطمینان دارم که سامیت امروزه برای بررسی عمیق و حل مشکلات جهانی معاصر زمینه مناسب خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم. دوستان عزیز و هموطنان گرامی، اگر شما همینجا نگاه کنید در همین صحبت ایوان رحمانوف در یگان چیز معین مشخصی که یک پرزیدنت در اونجا برای صحبت نکرد. ببینید وقتی که در چنین موضوعات در سازمان ملل متحد بررسی کرده می شود، یعنی آرامش در جهان و صلح و ثبات، و پرزیدنت های کشورهایی که پیشنهاد دقیق دارن و مشکلات رو بررسی کرده می توانند بیشتر به اونجا سفر میکنن و دیگر پرزیدنت ها نمیروند و وزیرایشان رو یا اینکه یک وزیر مثلا خارجه رو و یا اینکه سروزیر رو یک کس روان میکنن تا اینجا برای در اونجا صحبت کنن، یک صحبت کوتاهی در عموم. و همطور که دیدید بیشتر کشورها پرزیدنتاشون روان نکردن، چون در این نزاع چند کشور معین مشخص دست دارد و همون کشورهای معین پرزیدنتاشون روان کردن تا اینه که در اونجا بروند و گفتگو کنند. ولی ولی رحمان فقط یک منبر پیدا میخواد پیدا کند که در اونجا از خودش یک
انسان خیلی بزرگ برای جامعه تاجیکستان نشان بدهد و یک از سبب‌های رفتن به سازمان ملل متحد هم همین هست، یعنی خودنمایی کردن. وگرنه شما در همین موضوعی که امام رحمان صحبت کرد شما دیدید یک چیز دقیقی که برای بشریت کلا فایده آور باشد. در همین جا اسم از هیچ کشوری نزاع کننده ای و یا اینکه جنگ کننده ای نبرد، نه اسرائیل غاصب، نه مثلا از فلسطین، نه از لبنان، نه از افغانستان و نه از اوکراین و روسیه، یعنی از یگان کشوری که امروز در نزاع دست دارن و در اونجا کوشاکوشی پیشرفته ایستاده است و هر روز یک انسان و یک بشر کشته می شود، ولی امام علی رحمانوف در اینجا اسم نبرد، نام نبرد، فقط پیشنهاد کرد که 10 سال آینده را برای صلح و امنیت باید قطعنامه سازمان ملل براید. قطعنامه سازمان ملل اینطور نمی براید. مثلا من دقیقاً میدونم امام علی رحمانوف در اینجا میگفت که مثال میگیم ما همچون یک کشور مسلمان ما قطعاً پیشنهاد می نماییم که اسرائیل در کوتاه‌ترین فرصت مثلا حمله های خود را به لبنان را خاتمه میبخشد و در کوتاه‌ترین فرصت مثلا به فلسطین که نماینده آن در جلسه گذشته همچون یک نماینده مستقل و کشوری مستقل در سازمان ملل شناخته شد، زمینش در اون منطقه معین کرده شود و در اینجا نزاع خاتمه بخشیده شود، چون الکی نمایندگی فلسطین در سازمان ملل متحد همچون یک کشور مستقل شناخته شد و جا داده شد و سروزیر یا اینکه رئیس جمهوری امروزه فلسطین در اینجا محمد عباس سخنرانی هم کردند. همین پیشنهادها رو کرده میشد. علاوه بر این در جنگ اوکراین امروز موقع گیری باید میکرد و حتی میگو اینم پیشنهاد معین که من در همین جنگایی که در امروزه جهان کرده میشود من از کشورهای بانفوذ خواهش میکنم که از شهروندای ما قطعا استفاده نکنند و یا اینکه حتی از شهروندای خارجه در جنگای داخلی بین دو کشور نظامی استفاده نکنند و شهروندان تاجیکستان امروز در جنگ کشور اوکراین و روسیه کشته نشوند. و پیشنهاد تاجیکان افغانستان بود که امروز هر روز و فردا هم بازم از جانب همین طالبان گرفته شدن و هر روز از آزار و اذیت کرده می شود. و چرا؟ چون این پیشنهادها دقیق از جانب امام علی رحمانوف که خودش را پیشوای سیاره تاجیکان میشمارد کرده نشود و پشتیبانی از موقع تاجیکا کرده نشود. وقتی که تاجیکستان امروز میگن که یگانه خانه و در و دروازه برای تاجیکان است، برای آینده تاجیکان و تاجیکستان است، چرا امروز ما چون این موضوع ها را باید پیشنهاد نکنیم؟ امروز دبدبه چاپلوسان و طرفداران امام علی رحمانوف در رسانه ها همونقدر زیادی هست که امام علی رحمانوف با یک هفته می شود سفر میکند به سازمان ملل، پیشوای ملت سفر میکند به سازمان ملل، در اونجا صحبت خواهد کرد، در اونجا فلان خواهد کرد، فلان به اسم همین طوری که یک ملائکه و یک فرشته یک جا رفت و یک جا دیگر با صحبت و موقع گیری خودش دیگر تصرف خواهد کرد و اونجا حتما این پیشنهادها پذیرفته خواهند شد و تغییرات و دیگرگونی در جهان به میان خواهد آمد. یک پیشنهاد دقیق معین مشخص کردن نمیتوانیم. بیایید ما صحبت دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران رو در همجا بمانیم و صحبت‌های ایشان رو تماشا کن و گوش کن و بفهم که یک پرزیدنت چگونه صحبت میکند و پیشنهاد دقیق، صحبت‌های دقیق و از نزاع‌های دقیق، اسم‌های دقیق چون این باید صحبت کرده شود. یک انسانی که دلسوز برای این آینده است و ملتش است و موضوعش است چون این میشود. به صحبت‌های دکتر پزشکیان ما به سمت شما برسانم. آقای رئیس، عالی جنابان، مواجهه با چالش‌های کنونی و آینده نیازمند همکاری و تعامل بر اساس عدالت و صداقت است. بیایید آینده‌ای عادلانه و پر رونق برای بیافرینیم. محور این تلاش مشترک به نقش و جایگاه سازمان ملل متحد به عنوان نماد چند جانبه گرایی احترام به اهداف و اصول منشور آن است. جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را پیرامون سند پیمان آینده در این سازمان ثبت کرده است. تقویت نظام چند جانبه گرایی به منظور برخورد ریشه‌ای با چالش‌هایی همچون جنگ، تبعیض، فقر و گرسنگی میبایست مبنای کار مشترک ما برای آینده باشد. شما همینجا پیشنهاد پزشکیان خوب دقت کنید که جناب پزشکیان واقعا پیشنهاد دقیق شما خوب نگاه کنید که اینا چنگانگی نظام در جامعه هم پیشنهاد میکنن، در سازمان ملل میگوید یکی از زیباترین چیزا اون است. شما خوب دقت کنید، گوش کنید که چند جانبگی نظام ها را در سازمان ملل پیشنهاد میکنن. اصول اینم سازمان ملل و تشکیل سازمان ملل هم همین است دیگر و پذیرش آن باید باشد. شما گوش کنید، خوب دقت کنید پیشنهادهای آقای پزشکیانه. نقش فرهنگ و ارزش‌های خانواده و ضرورت گفتگوهای بین نسلی به منظور حفظ ارزش‌های فرهنگی همزمان با توجه به نقش زنان، دختران و جوانان و توانمندسازی آنها انکارناپذیر است. اولویت‌های کاری دولت من در سطح ملی نیز کینگفیشر. بخشش دوستان من اینجا اوش قطع کنم که بعد از زمین چی اجازت نمیتید مرا اذیت میکنم. من یک دقیقه همون چیش خاموش کنم. بخشش دوستان آموزش عمومی، رفاه عمومی، تأمین اجتماعی، ایجاد فرصت‌های برابر و کاهش انواع نابرابری، توزیع مناسب درآمدها، تقویت و تحکیم نهاد خانواده، کاهش فقر و تبعیض، گسترش عدالت اجتماعی، توانمندسازی زنان و جوانان و بهره‌مندی از محیط زیستی مطلوب می باشد. شما دوستان اینجا شما دیدید که آقای پزشکیان درباره دولت خودش صحبت می‌کند که من منتخب کشور جمهوری اسلامی ایرانم و هدف و برنامه من در طول چند سال در قدرت میمونم چی است. امام علی رحمانوف امروز از چنین صحبت کردن نمیتواند، به خاطری که دولت‌های امروزه یا حکومت‌های تشکیل کننده امروزه امام علی رحمانوف دیگر پشت یکدیگر گم شدن. دیگر چند بار شد خودش را مثلا پیشنهاد میکنند از نو رئیس جمهور میشود. دیگر کدام بار درباره برنامه‌های خود باز امروز یک حرف زند فردا اون برنامه را عملی کردن نمیتونه، درد سرش میشود. به خاطر چی؟ به خاطر که فردا تغییر یابنده نیست حاکمیت در تاجیکستان. آقای رئیس، عالی جنابان، دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق توسعه کشورها، توجه به اولویت‌های توسعه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی، رعایت اصول انصاف و اجرای تعهدات کشورهای در توسعه است. شما پیشنهاد حرف دقیق شما یک بار خوب دقت کنید که آقای پزشکیان بیان اینجا دوباره من برای شما ساده کرده بفهمون و گوش کنید. فرهنگی، رعایت را، توجه به اولویت‌های توسعه‌ای، دستیابی به صلح و توسعه می باشد. آقای رئیس، عالی جنابان، دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق. میگه که اگر که شما میخواهید با صلح و ثبات و امنیت دست بیابید، توسعه کشورها، توجه به اولویت‌های توسعه‌ای و ویژگی‌های فرهنگی، رعایت اصول انصاف و اجرای تعهدات کشورهای یافته در برابر کشورهای در حال توسعه است. میگه که دست یافتن به او احترام گذاشتن به فرهنگ، اقتصاد و حقوق انسان ها از جانب کشورهای ابرقدرت به این کشورهایی که در حال توسعه نیستند، در حال پیشروی نیستند. کشورهای پیشرفته اولین اقدام باید اونها بکنند که به فرهنگ و اصلیت و هویت و مالکیت همین مردم اول احترام بگذارند، بعداً اون چیز به دست می آید. یعنی ندزدن مالکیت همین کشورهایی که عین حال رو به پیشرفتن میخواهند پیشرفت کنند، مالکیت اینا را ندزدن. و اگر میخواهی به اینو دست بیابی، اول این موضوع را باید این چیزا چیکار کنی به دست بیاوری. اول باید کشورهای ابرقدرت و پیشرفته احترام کشورهای در حال باید پیشرفت باشند، وگرنه این پیشرفت به میان نمیآید. تحریم‌های یک جانبه دستیابی به اهداف توسعه پایدار را متوقف کرده
و این واقعیت میبایست در هر سندی که برای آینده تهیه میگردد لحاظ شود. فهمیدین؟ میگه تحریم هایی که برای پیشگیری از پیشرفت کشورهای در حال توسعه، در حال پیشرفت هستند، باید از بین برده شوند. پیشنهاد میکنم دبیرکل ملل متحد با مشارکت کشورهای قربانی تحریم‌های یکجانبه گزارش جامعی را در این زمینه به مجمع عمومی ارائه نماید. ما خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و مؤسسات مالی بین المللی به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها و هنجارسازی ها و شکلگیری ساختاری عادلانه و پاسخگو برای رفع نیازهای مالی این کشورها هست. ببینید در اینجا آقای پزشکیان بسیار پیشنهادی مهم و اصلی را میکند که رحمان در اصل در یگان حالت، چون یک فکر در سرش هم نمیاد، میگه که ما پیشنهاد میکنیم که سازمان ملل برنامه و نقشه بکشد که کشورهای پیشرفته طاقه درباره تصمیم گیری اقتصاد جهانی باید تلاش نکنند، باید طاقه تصمیم نگیرند، باید کشورهایی که در حال رفتن به پیشرفت هستند آنها را وقت بتین، جا بتین، مکان بتین برای تصمیم گیری، ظرفیت بتین که در تصمیم گیری آینده در جهان درباره اقتصاد تصمیم بگیرن، باشن، مشارکت داشته باشن، تصمیم از جانب دو کشور اول قدرت گرفته نشود و دیگر اقتصاد جهان بر اساس یک کشور اول قدرت یا دو کشور اول قدرت جهانی اداره کرده شود، بلکه اجازه داده شود که هر یک کشوری که خرد کلام باید در یک جا باشند در تصمیم گیری کشورهای در تصمیم گیری آینده جهان. امروز جهان رو یک کشور یا دو کشور تصمیمش را میگیرد. پیشنهاد ایران، این رئیس جمهور ایران این بود. بازم گوش میکنیم که رحمانوف صحبتاش گوش کنید یک بار دیگر، بازم بخواید برای شما میگذارم. هستیم. پیمان آینده و پیمان جهانی دیجیتال باید به کاهش شکاف‌های دیجیتالی میان شمال و جنوب جهانی به ویژه از طریق انتقال فناوری‌های نوین، ظرفیت سازی و رفع موانع کمک نماید. ما بر این باوریم که مشارکت برابر و مؤثر کشورهای جنوب جهانی در حکمرانی جهانی اینترنت و هوش مصنوعی، احترام به قوانین ملی کشورها و مقابله با انحصار طلبی انکار ناپذیر است. شما اینجا را دیدید که امروز پیشنهاد اینترنت که یک جزء اداره شونده غرب است، امروز جهان غرب یعنی که جهان امریکا و اروپا، اینها واقعا امروز اینترنت کاملا تقریبا اداره میکنن و تمامی سامانه‌های مجازی و دیگر این چیزهایی که ساخته می شود از جانب همیناست و اداره کننده یک جانبه فرهنگ سازی کردن و یا که فکر سازی کردن جهانی دیگر واقعا از جانب اینا یک ضربه زننده به هویت و فرهنگ ماست و احترام نگذاشتن به چنین چیزها واقعا برای سری راه پیشرفتی ما رو خواهد گرفت. چون یک انسان وقتی که از یک هویت به هویت دیگه میگذره چند سال وقت میگیره و اینجا میشه اختلافات در جامعه به میان میآید و این اختلاف باعث یک جنگ در هر جامعه ها خواهد شد. بر اساس همین این پیشنهادهای منصفانه است. همکارانه ما خواستار جهان از سلاح‌های هسته‌ای و منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جنگی در خاورمیانه بدون هیچ گونه پیش شرطی هستیم. به عنوان قربانی تروریسم همواره پیشگام مبارزه با این پدیده شوم بوده و آماده همکاری با کشورهایی هستیم که به دنبال مقابله واقعی با تروریسم هستند. ایران خواستار منطقه‌ای قوی، متحد، امن و باثبات است که در آن منابع کشورهای منطقه برای همافزایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و رفع مشکلات مشترک مصرف شود. شما دیدید مثلا ما طرفدار اون هستیم که کشورهایی که در همون منطقه هستن، این منطقه خاورمیانه یک کشور یک منطقه مستقلی باشد
که تمام منابع داخلی چی نفت، چی طلا و چی مثلا چیزایی که عین حال از ما به چین روسیه فروخته می شود و بدون چی میان به ما 40% یا 20% میتونن دیگرش هم میزن میبرن. یعنی ما میگه با این هدف نیستیم. هدف ما این است که کشورها منابع شخصیشان برای پیشرفت داخلی خودشون باید استفاده کنند. یک کشور ابرقدرت که امروز باید ما را اداره کند، چی روسیه و چین، نه باید یک کان طلا بخشای نظامی نفتی ما را بیاد بگیرد، آزاد بردن رفتن بگیرد. مردم ما بعد برون در روسیه و در چین غلامی کارو کنند. ما در آسیای مرکزی یک نهاد قوی نظامی و یک کشورهای قوی نظامی که مستقلانه اداره کرده شود خواهیم، نه این چیزی که عین حال ما در تاجیکستان و ایران و افغانستان و هر کشور دیگه داریم که هر کسی میاد بالای ما یک بار را میزند. و همین طوری که امروز میبینید چین در افغانستان از حکومت طالبان هزارها دارایی و منابع این کشور به آسانی و سادگی برده ایستاده است و پولی نه چیزی برای اونها پرداخت میکند. طالب که حساب حسابی چی را یاد دارد که براش امروز یک چیز که سلاح پیدا کند و دست بیارد 4 نفر دیگر به قتل برساند کافی است. و اینجوری در تاجیکستان امام رحمان براش دو پل بده که برای نویرش، عبیرش، بچه‌ش، دادرش، خواهرش، زنش، فلان و بیسمدانش یک ماشین و یک لیموزین یک چیز دیگر بخرد و در یک جا برای یک صحبت کند و من پرزیدنتم براش کافی است. یعنی در سر قدرت باقی ماندنش براش کافی است. هر چه براش دید منابع برات میتیه، طلا را برات میتیه، نفت برات میتیه، هر چیزی که داری در تاجیکستان برات میتیه، سنگ مرمر برات میفروشه، هر چیز برات میفروشه، فقط زمین هم برات میتیه. فقط براش اجازه بده که این دوشنبه زیر دستش باشد، یک شیم کسون بپوشد برای در یک جا صحبت کند و نبیره و عویره و فرزند و فلان و بیسمدانش کار کنند. در تاجیکستان به دختر بازی کرده، در ماشینای بلندپایه قیمت بگردن. این یگانه هدف امام رحمانوف است، نه برای پیشرفتی آینده تاجیکستان باشد که آینده مردم تاجیکستان در بهتر وضعیت و خوبتر قرار بگیرد. رحمانوف پروای این مردم ندارد و این رو میگوید صحبت کردن و این رو میگوین رفتن به سازمان ملل و هدف رفتن به سازمان ملل که دقیقاً پیشنهاد میکنید من چه هدف دارم. من نمیخوام که زیر دست یگان کشور دیگر باشم، نمیخوام این چیز را که من پوتین اداره کنه، من بایدن اداره کنه، من مثلا پرزیدنت کیتای سی جین پین اداره کنه و دههای دیگر من اداره کنه. من این چیز را نمیخواهم. من میخواهم که کشور من مستقل باشد، نفت من مستقل باشد، سنگ مرمر من مستقل باشد، کان طلای من مستقل باشد و هیچ کشور حق دخالت را در داخل اقتصاد من نداشته باشد. همون کادرهایی که امروز توانایی سازش نفت دارند ما خودمون آماده ایم که براشان شرطنامه ببندیم و براشان یک کسی که چنین سرمایه را دارد، سرمایه دانش علمچه دارد، آماده ایم $50,000 $100,000 ماهانه معاشش بدیم بیاد در داخل وطن خودمون همین نهادها همین منبعها را برای ما پیدا کند و برای ما بسازد. امروز هزارها کادرهای هستند که میتوانند با پول بیان در داخل وطن خودمون برای ما کادر بسازند، این نفت را، این کارها و این منابع برای ما چیکار کنند، به کار بدارند و فرزندان این ملت را با آموزش بتیان که ما چیکار کنیم در اونجا علم به دست بیاریم و این کارها را خودمون انجام بدیم. شما یک بار سنگاپور را نگاه کنید، هزارها دانشگاه ساخته است، هزارها معلم و دانشمند از دهها کشورها و اون کشور میارد براشون پول هنگفته، معاش هنگفته میتید چون در دانشگاه های اون کشور درس بتین، تدریس کنند تا اونجا کادر ساخته شود که آینده سنگاپور نیاز به یک کادر خارجی نداشته باشد. ما چرا در تاجیکستان چون یک کار کردن نتوانیم؟ امروز هم میلیون ها دلار ما از جانب همین خانواده دزدیده می شود. نباید یک دانشگاهی بسازیم که این معاش، این دزدی هایی که پول به هر جا می رود بین این آموزگارا داده شود تا در تاجیکستان یک دانشگاه قوی ساخته شود و مردم تاجیکستان کادرهای در آینده بسازند که این همین منابع های داخلی خودمون را سرمایه خودمون کنند و استقلال و مستقلیت را به دست بیارند. این را میگویند که صحبت و سخنرانی. من امروز طرفداری از کشور ایران نمی کنم یا اغلبی آن، ولی استقلال خواهی اون کشورها برای ما باید درس عبرت باشد. ما باید استقلال بخواهیم، استقلال خواه باشیم، مستقل خواه باشیم، نه اجازه بدیم که کسی ما را اداره کند. هدف اصلی رسیدن به استقلال کامل است. به صحبت های ایشان بازم گوش میکنیم.
در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می کشد و از نسل کشی و ترور حمایت، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. شما صحبت ها رو نگاه کنید، میگه که در کشوری که مردم عادی کشته می شود، در جایی که تروریستی حکومتی میاد مردم رو میکشد و باز هم از جانب یک تعداد کشورها طرفداری کرده می شود، هیچ سند، هیچ پیمان دیگر قابل قبول و عملی نیست. تا زمانی که چنین تروریستی حکومتی از بین بردن نشود، همین طوری که حکومت اموالی رحمانوف که خودش تروریست است، همینطوری کشورهای تروریست از بین بردن نشوند که نسل خودش را میکشد و در اونجا در اسرائیل چنین حکومت تروریستی از بین بردن نشود که مردم فلسطین عادی را میکشد، هیچ توصیه، هیچ سندی آرامش قبول کرده نمیشه و پذیرفته نمیشود. رحمانوف چنین پیشنهاد را انجام میدهد در سازمان ملل. چنین پیشنهاد را شما از جانب رحمانوف شنیدید؟ حرفی نمیزند، زبانی یاد نمیکند، فقط درباره آب، رشد و اقلیم. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است. جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری با دیگر کشورها برای دستیابی به شما دیده دوستان عزیز و برادران گرامی که ایشان در اینجا واقعا درباره ایشان در اینجا درباره رسیدن به هدف صلح را پیشنهاد کرد، آشکار. یعنی ببینید مثل رحمانوف نه، شما میخواهید به صلح به دست برسه و این موضوعی که گذاشتگیم به این موضوع ما کامیاب بشیم، یگانه کاری که میشود انجام داد، اولین اقدام باید جنگ در غزه انجام داده شود و این باعث آرامش در جهان خواهد شد. و اگر این جنگ در غزه انجام نشود، به پایان نرسد، صلح و ثبات صحبت کردنش موضوعی ندارد. ایران آماده چنین یک صلح و ثبات هست و اگر که این صلح پذیرفته شود از جانب سازمان ملل و هر کشور دیگری، اولین اقدام باید جنگ در غزه انجام داده شود، وگرنه هیچ سند دیگر در کار نیست و هیچ سند دیگر پذیرفته شود. ولی صحبتی پیشوای سیاره و پیشوای تاجر را دیدید که در چه موضوع صحبت کرد؟ اقلیم، آب و رشد آن. وقتی که میگویند صحبت ها را باید دقت داد، اهمیت داد و فهمید که چرا یک انسان میراد در یک جا ایمیج سازی میکند، بازم میگوید که اون پرزیدنت یک کشور است. تاجیکستان وقتی که در فوتبال در قطر یک بار در دو مرتبه پیروز شد، 2 نفر ایمیج ساز رفتن در اونجا ایمیج سازی کردن، رفتن گویا که با فوتبال بازان چیکار کردن، ملاقات کردن، در حالی که فقط چی بود؟ ایمیج سازی، خودنمایی و کارهای دروغ و بهتان سازی خودشان، تا اینه که در جامعه باید یک آبروی ریخته خودش را حفظ نمایند. وگرنه در لب مرز ما و شما، در این کشور ما یعنی افغانستان، لب مرز ما و شما امروز هزار تاجیک کشته می شود، یک صحبت، یک نقطه از آنها گفته نمی شود. چرا؟ چون در 2 هفته پیش سید مومن یتیموف به کشور افغانستان سفر کرد و در اونجا با طالبان گفتگو کرد و منافع خودشان، یعنی چین و کیتای، مجبور کرد رحمانوف این چیزا بپذیره و برای چی من میگم که مستقل بدن؟ مستقل که نباشی مجبور میشه ای منافع ملی نگذری. برای رحمانوف فرق نداره منافع ملی چیست. و شما این رو دیدید. عینی حال مسخره کردن ملت تاجیک، مسخره کردن مردم تاجیکستان در سازمان ملل و هر کجایی که نمی رود. بیایید باز هم یک بار دیگه میبینیم که در اینجا با کیا دیدار کرد. ببین در ازد تیوی یک مقاله نشر شدگی است، من این مقاله را برای شما میرسانم. ببینید رحمانوف، آخی من ایرا چیش بگم آخی، خب در اینجا همطور که ما میبینید در اینش امامعلی رحمانوف با کیا دیدار کرد.
خب صحبتش با دبیر کل سازمان ملل ملاقات کرد، با ولادیمیر این کی باشه ببینیم اسمش، خب باشه دبیر کل سازمان جهانی آب و هوا سنجی ملاقات کرد، یعنی درباره آب و اقلیم پیشنهادی که کرده بود. یعنی من همونطوری که گفتم 10 سال یا 20 سال میشه تقریبا امامعلی رحمانی به سازمان ملل متحد میرود و همیشه اقلیم، آب و هوا و همین چه صحبت میکند. درباره همین با همین نفری که در همین موضوع است با همون ملاقات کرد. با انا بیورده دیرکتور اداره بانک جهانی اوید به عملیات‌های مسئله همکاری درباره ملاقات با بانک جهانی میشویم که 10 بار با امامعلی رحمانی پولی به بازگشت، قرض به بازگشت جدا کرده است. یعنی ملاقات ها برای چی؟ طلبندگی. شما یک چیز دیگر یادتون باشد که وقتی که امامعلی رحمانی این پیشنهاد میکنه، اولین از این مرد پول میگیرد، یعنی برای آب و توسعه آن، گویا که تاجیکستان مشکلات آبی دارد و یا این آب را با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد میکند و 10 پول از سازمان ملل باید جدا کرده شود برای پیشرفت آن. از این بابا پول میگیرد، قرض میگیرد، طلبندگی میکند و برمیگردد باز هم با بانک جهانی، همونطوری که بانک جهانی برای پیشرفت اقتصادی تاجیکستان که اگر شما دور اداری اقتصاد رو بدانید، وقتی اقتصاد با اقتصاد طولانی مدت بر بگردن، یعنی شما وقتی که یک کشور اقتصادش برشکسته می شود به اقتصاد طولانی مدت، دیگر 50 سال یا که 60 سال برای بازگشت یک اقتصاد کامل خیلی سخت می شود و تلاش‌های خیلی زیاد کردن در کار که یک کشور دوباره بتواند با اقتصادی یک آرامش بر بگردد. 50 سال تقریبا لازم می شود. برای تاجیکستان با همین اقتصاد روبرو نشیدن بانک جهانی، چون در تاجیکستان بانک جهانی نمیدونم زیاده از چند میلیون میلیارد قرض دادگی است، تا قرض خودش در همه جا شکسته نشود چندین بار به تاجیکستان برای همین برشکست اقتصادی طولانی روبرو نشیدن تاجیکستان قرض دادگی. بازم ملاقات با این نفر خودش نشانه چی است؟ نشانه با پول گرفتن، طلبندگی کردن و اونی که بازم تاجیکستان نیاز به چی دارد؟ نیاز به پول دارد. ولی اگر که ما از همین 100% درباره همکاری بهتر ساختن وضعیت آب در جهان و مخصوصا در تاجیکستان است که نیاز به سرمایه دارد. و علاوه بر این نشانه و درباره بانک جهانی اگر صحبت کنیم، درباره همون موضوع و موقع بهتر ساختن وضعیت اقتصادی جهان است و علاوه بر این تاجیکستان است که نیاز به توسعه دارد که باید از بانک جهانی بازم پول‌های هم گفته طلبندگی کش کرده شود. و علاوه بر این امامعلی رحمانی در نیویورک بازم با دکتر پزشکیان رئیس جمهوری ایران صحبت کرد. من این موضوع نخوندم، فقط برای شما بررسی کردم و اینجا با شما یک جای میخونیمش. من این را کلانتر کنم که برای خواندنش آسانتر شود برادرو، اگر که اجازت شما باشد. خب که ببینیم که در این موضوع امامعلی رحمانی در این ملاقات چی کار کردن، چی گفتن. امامعلی رحمانی رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان در حوزه اجلاس 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یک پرزیدنت و چند رهبر سازمان بین المللی ملاقات کرد. از جمله او با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری 24 رئیس جمهور ایران روز 24 سپتامبر صحبت کرد. از رشد توسعه روابط دوستی و برای متقابلا سودمند با ایران گفته است. ما در این ملاقات با گسترش مناسبت‌ها در بخش اقتصادی و تجارت، تقویت روابط علمی و آموزشی و تعلیمی دو کشور و رشد همکاری فرهنگی تأکید کرد. از برنامه درازمدت همکاری اقتصادی و تجارتی دو کشور تا سال 2003 گفتند. ببینید دوستان گرامی، همونطور که میگم فقط موضوع اقتصاد است، چون امامعلی رحمانی باید طلبندگی را یاد دارد و هدفش یگانه پول دریافت کردن است. بازم ضمن این ملاقات امامعلی رحمانی مسعود پزشکیان رو با تاجیکستان دعوت کرده است، اما معلوم نیست که رئیس جمهور ایران به دعوت حتمی تاجیکیش همتای تاجیکیش چی پاسخ داده است. همزمان خب دیگراش هم ما دیدیم و گفتیم در اون
صحبت دیگری. ولی همونطوری که شما میبینید دوستان عزیز، امامعلی رحمانوف در نشست با پزشکیان رئیس جمهوری ایران یگانه حرفی را که در اینجا صحبت کرد موضوع معین مشخص است، یعنی دریافت بازم پول طلبندگی که بیایید در تاجیکستان سرمایه بگذارید و در تاجیکستان پول خود را مصرف کنید و بیایید ما یک همکاری زیسته در تاجیکستان داشته باشیم. ولی ما میبینیم که در وقتی که ایران در تاجیکستان سرمایه گذاری طولانی کرد و حتی یک تونل ساخت بدون یگان قرض، بدون یک چی، فقط کمک برای تاجیکستان و نفت برای تاجیکستان میداد. و شما اگر یادتون باشد تا سال 2004 تاجیکستان از ایران نفت میگیرید و بنزین، سلرکه و دیگر موادهای سوزشواری در تاجیکستان واقعا ارزان بدن. و وقتی که ایران با تاجیکستان ارتباطش بد شد، خود امامعلی رحمانوف با همتای با یعنی میتونیم بگیم که با دیکتات کردن یا اینکه با فرمان پوتین مجبور شد که از ایران دست بکشد و نفت را از روسیه بخرد و اینجا باعث گشت که ایران نفت دیگر در و این عین حال نتیجهش مردم تاجیکستان میبینند که چقدر گرانی، چقدر قیمتی تاجیکستان در نفت صورت گرفته ایستاده است و مردم تاجیکستان توانایی حتی خریدن 10 لیتر دیزل در یک بار ندارن، مجبورن که لیتر بنزین بریزن و تو اینکه تو 100 متر دیگر بروند و این مشکل در تاجیکستان هر روز سخت‌تر می شود. و اگر که تاجیکستان یک کشور مستقل میبود، ما در اینجا درباره استقلال و مستقلیت صحبت کردیم که ما چرا از صحبت‌های پزشکیان باید درس بگیریم. پزشکیان در اینجا واقعا صحبت‌های خیلی عبرت انگیز و آموخته گفت استقلال کامل خاورمیانه سازمان ملل طلب میکنیم که سهم گذار باشد و این رو بپذیرد که خاورمیانه باید مستقل باشد، باید در اداره خود قوی باشد و توانایی اداره قوی را داشته باشد. وقتی کشورهای پیشرفته توسعه یافته نمیگذارند که خاورمیانه قوی باشد، اقتصادی دقیق داشته باشد، کشور باشند، ما توانایی پیشرفت را نداریم، توانایی اداره را نداریم و همین است که در تاجیکستان امروز ما نمیتوانیم که از هر کشوری که خودمون میخواهیم بر اساس منافع ملیمون نفت بخریم. چرا ما امروز از ایران نفت نمیخریم که نفت در ایران ارزان است؟ چرا باید این کارو نکنیم؟ ایران بر اساس همتایی که با ما دارد، هم تباری که با ما دارد، در ما نفت ارزانتر از هر کشور دیگری میفروخت. یعنی با تاجیکستان نفت را از هر کشور دیگر ارزانتر میفروخت. امروز در تاجیکستان دیزل یا که بنزین 10-11 تومان نمیشید و 6 تومان 4 تومان اینقدر پایان میخنبید. وقتی که ما میگیم مستقلیت داشته باشیم، مستقلیت این است که بر اساس ارزش‌های ملی خودت و از هر کشوری که میخوای از اون کشور ارزانتر هر مالی را دریافت میکنید خریداری میکنید. وقتی که میگیم که کشورهای پیشرفته نمیگذارن کشورهایی که در حال پیشرفتن اونها پیش بروند، این همین است. روسیه نمیگذارن ما پیشرفت کنیم. چرا وقتی که ما پیشرفت کنیم، اقتصاد کامل رو به دست بیاریم، مستقلیت کامل داشته باشیم، ما نفت رو از روسیه نمیخریم، میگیم چرا تو نفت رو برای ما گران میفروشی؟ ما از ایران میخریم، از ترکمنستان میخریم، از ازبکستان همسایه میخریم، از کشور دیگر میخریم، ارزانتر میخریم. هر کشوری که نفتش رو برای ما ارزانتر میفروشد، ما از اون کشور خریداری میکنیم. شما یک بار از خودتون سوال کنید که چرا ما امروز نفت رو از روسیه میخریم؟ یک بار سوال کردید چرا ما نفت را از ایران بس کردیم فروختن شد؟ شما مثلا بینندگان عزیز و گرامی خودتون عین حال در کامنتاریا بنویسید چرا ما امروز نفت، بنزین، دیزل و دیگر سوزشواری را از روسیه میخریم؟ چرا از ایران، از ترکمنستان، از ازبکستان، از دیگر کشورها نمیخریم؟ یک بار از خودتون سوال کنید. ما چون این کار کردن نمیتونیم، چون ارباب کسی که ما را اداره میکنن، ما اگر میخواهیم که این کار کنیم، بازم تمام کارها و اعمال این کشور روسیه مشخص میشد که ما را اداره میکنند. نمیگذارد که از دیگر کشور مستقلا بریم چیکار بکنیم، سوزشکاری بخریم. نمیگذارد، اجازت نمیدهد. برای همین بینندگان عزیز گرامی، ما و شما باید در هر کاری که میکنیم خوب اهمیت بدیم، وگرنه هیچ وقت
نه آینده فرزندان خودمون رو تضمین میکنیم و هیچ کاری در روند و راه پیش نخواهیم کرد. وقتی که ما میگیم از بزرگان این قوم قدرشناسی کرده شود، این همین است که قدرشناسی کردن نمی شود، هیچ انسان آماده ای نمی شود برای این ملت، برای این کشور سازی کند. دکتر علوم حقوق شاکرجان حکیموف چند وقت می شود در زندان قرار دارد. همین انسان آماده اداره حاکمیت تاجیکستان هست و توانایی همین را دارد که یک تاجیکستان می سازد که در اونجا حقوق هر یک شهروند چیکار کرده میشه، حمایت کرده میشه. امروز بردنش پشت پنجره و هیچ معلوم نیست که ادوکات دارد، هیچ معلوم نیست که آیا بچه او را متهم میکنن، تا حال در سیزا نگاه داشته شود و یگان نفر راجع به حقوق همین شهروند صحبت نمیکنن. پروفسور است، پروفسور در دانشگاه ها درس داده است که درسیه که امروز در مکتب ها درس میخونه درباره حقوق همون نوشتگی است. صحبت های شاکرجان حکیموف را بدرای تماشا کنید، گوش کنید، درس بگیرید، عبرت بآموزید. قدردانی کرده نمی شود. یک انسان درباره حقوق همین انسان حرف نمیزند، نمیپرسد که در کجا قرار دارد. این انسان ها باید پرزیدنت آینده تاجیکستان باشند، آینده تاجیکستان باشند، نماینده آینده تاجیکستان باشند، دیپلمات تاجیکستان باشند. باید وقتی که قدر این دانسته نمی شود، وقتی این انسان پشت پنجره برده می شود، علم کشته می شود در تاجیکستان، ما چگونه از آزادی و چگونه از آینده و چگونه از پیشرفت صحبت کنیم؟ فقط تهمت را بالای رحمانوف نزنید، مردم خودش گناهگار است. گناه بالای رحمانوف نزنید. رحمانوف که دستگیر کننده این ملت و نمیگذارد که آینده این ملت پیشرفت کند، ولی ملت و مردمش کار میکند، میگذارد که این رحمانوف همین کارا را انجام بدهد. یک نفر کننده این کار است، یک نفر اجازه دهنده همین کار است که اجازه میدهد که بالاش همین کارا را انجام داده شود. چرا خداوندم در دینش، در قرآنش گفته است که ظالم و مظلوم هر داشت جزا داده می شود. چرا؟ چون ظالم برای ظلم کردنش، مظلوم برای پذیرفتن و اجازه دادن همین ظلم. وقتی اجازه میدی که همین ظلم بالای تو بیایه، تو گناهگار هستی، بخوای نخوای گناهگار هستی. تهمت را، اتهام را بالای دیگران نکن. گریبان خودت را نگاه کن که چرا خاموشی را قبول کردی، چرا اجازه دادی که بالای تو، بالای ملت، بالای عالمای تو، بالای دانشمندان تو همین گونه ظلم کرده شود. همون روز هم یک نفر دیگه، یک روزنامه‌نگار دیگه در برنامه‌اش دقیقاً گفت که ما امید داشتیم که ملت تاجیک یک پرده ناموسش دین از حد امکان همین قدر چیزاش از بین بردن برای دین رحمان دین هم تجاوز کرد، یک نفر نخیست. دقیقاً حرفش گفت که برای دینم این ملت تاجیک نخست و هیچ وقت هم دیگر نمیخزد. هیچ ارزش و ولایت دیگر در این ملت نماند که ملت تاجیک بربخزه بگه که نه من انقلاب میکنم، تمام دیگر تمام مقدسات ما را زیر پا گذاشتن. تا امروز یک تعداد انسان ها فکر میکردن که نه خیلی اینجا مردم به حزبای سیاسی دموکرات میگن، فلان میگن، بسمدان میگن، ویش کفر است، اینش نادرست است، اینش فلان است، ولی مقدسات دینی امروز پایمال کرد، زیر تمامی چیزا رو قبول کرد که همین دین اصلا ناچیز کرده شود در تاجیکستان، به احترامی کرده شود، فسق و فساد و تمامی رقص سرود و چی در تاجیکستان به درجه والا بروه، ولی بازم ملت خاموش است. دینداری ما و شما زیر سوال رفت. پس معین مشخصه که ما قدر هیچ چیز نمیدونیم، قدر عالم نمیدونیم، قدر دین نمیدونیم، قدر ارزش‌های فرهنگی را نمیدونیم، ارزش‌های ملی را نمیدونیم، هیچ ارزش به هیچ دین و هیچ چیز قائل نیستیم. برای ما هیچ چیز ارزش ندارد. برای ملت تاجیک و تاجیکستانی هیچ چیز ارزش ندارد. این چیزا بدونید شما برادرها، هیچ چیز ارزش ندارد دیگر. ما ارزش‌های همه چیز زیر پا کردیم، یگان ارزشی نمونده است که برای اون ما احترام قائل کرده شویم. امروز در زندان باز که چقدر دانشمند تاجیکستان پشت پنجره برده است، چه از دینی و دنیوی و هر دانشمند در زندان پیدا کرده می شود، مجوسیش هم پیدا کرده می شود، عالم دینش هم پیدا کرده می شود، پروفسور دکتر دنیویش هم پیدا کرده می شود. هر عالمی که میخواهی از زندان تاجیکستان پیدا کرده می شود و می شود. ما قدردانی اینا را نمیکند و هیچ بهانه دیگری نداری.
اگر بدین باشی، بدین امروز در زندان است. اگر دینداری امروز دیندانش در زندان است. اگر میانه روی اصلاح طلب در زندان است. اگر پشت عالم دانشمند نگردی اوش هم در زندان است. همش در زندان است. بهانه دیگر نکاب دیگر که من منتظر فلان میمانم، بهانه دیگر باقی نمانده است. ما اگر این همه چیز اتهام نمیکند دیگه، اتحاد نمیکند که بریم این همه زندانی‌ها رو آزاد کنیم. همه انسان در زندان در تاجیکستان است. همه دانشمند ما، هر کسی که ما اعتماد میکنیم، ته اعتماد میکنی، او به دینش اعتماد میکنه، دیگرش به اعتماد میکنه، در زندان تاجیکستان هست. پس بهانه دیگری نباید باشد. این هم یک برادر در نظریات نوشته است. ما فقط برای یک دیگر موضوع میکنیم. ما اینجا یه حرف میزنم، فردا زوری سر میشود که من میام مشت میزنم، شتم میزنم، در پیش من میبینی لغت شتم میکردم. حتی در داخل همین گروه های سیاسی هم این چیزا پیدا شده. یک خیلی انسانایی که اصلا توانایی فکری ندارن میبراین در جلسه ها من میبینی مشت شتم میزنم. آقا مشت شتم رو باید با فکر ما کار بفرمیم. ما بسر یک دیگر زوریم، ولی وقتی که هدف ارزش والاتر میآید و ملت اینجا سر قدرت میآید و ما باید برای این ملت و این ملت باید تصمیم درست بگیریم، با فکر با تفکر کار کنیم، میشینیم با یک دیگر منظوری میکنیم. این است ناموسی ما، این است توانایی ما. مذهب خواهش میکنم برادران و خواهران گرامی، امروز در زندگیتون مستقل باشید. مستقلیت از داخل خودتون آغاز کنید. بالای هر یک نقطه‌ای که ما اینجا میزنیم دقت بتید. وقتی که ما میگیم ما مستقل نیستیم، اهمیت که چرا ما مستقل نیستیم؟ چرا ایران میرن در سازمان ملل از یک خاور میانه قوی صحبت میکند، از اقتصاد مستقل صحبت میکند، میگوید که تا زمانی که در فلان جا صلح کردن نشود، جنگ تمام کردن نشود، از این صلح و ثبات آرامش حرف زدن، وقتی که تروریست دولتی حکومتی در سطح بین المللی دستگیری کرده می شود، هیچ صلح و ثبات به میان نمی آید و ما برای ما در کشورهای پیشرفته باید در تصمیم گیری اقتصادی ما سهمگذار نباشیم، باید ما خودمون اجازه داده شود که در تصمیم گیری درست باشیم. این چیزها رو باید ما بررسی کنیم. ما باید بدونیم که چرا ما دیزل، پترول و یا هر یک چیز دیگر، میگیم ما نفت از یک کشور دیگر خریده کردن نمیتونیم، اجازه نداریم که یک کشور خریداری کنیم. چرا ما اجازه نداریم که مستقیما ده ها کارهای، یعنی کارهای معدنی خودمونه، چی نفت باشد، چی کان طلا باشد، چی کمر باشد، مستقلانه اداره کنیم؟ چرا باید هر یک معدن طلا ما از خارج اداره کرده شود؟ هر یک معدنی نفتی ما از خارج اداره کرده شود، مهری گازپروم نفت زده شود در بالاش و تاجیکستان حق کار کردن نداشته باشد. آقا برادر، وقتی که ما میگیم بشینید فکر کنید، اندیشه کنید، فکر سازی کنید، از اینجا آغاز کنید. در همون روز یک برنامه دیگر هم برادرانم انجام داده بودن که درباره استقلال خواهی عبدالجبار صحبت بود. که طاهر عبدالجبار در دهه 90 نفری بود که فقط ارزش استقلالی را پیاده کرد و تلاش کوشش کرد. در همون زمان 10 نفر همون در صحبت بودن که فقط استقلال میخواست در تاجیکستان، ولی طاهر عبدالجبار هیچ وقت از استقلال خواهیش دست نکشید و با همون 10 نفر مبارزه میبرد. ولی این ایدئولوژی، این فکر رد برای نسل آینده در سرشون گذاشت. امروز استقلال خواه خیلی در تاجیکستان زیاد است، ولی بیرون کردشتن، پشت پنجره بردن، زندان ها پرچیدگی است. استقلال خواهی یک ایدئولوژی ملی باید برای مردم ما باشد. اگر استقلال پرستش کرده نشود، تو چگونه عقیدت پرستش میکنی؟ چگونه همون دین ایمان داره همون را پرستش میکنی؟ در یک کشور مستقل نبودن به دین ایمان به همه چیکار کرده میشود؟ تحقیر کرده میشود. تو توانایی تصمیم گرفتن نداری. ماده‌گرایی در جامعیت پیاده میکند، تصمیم هیچ چیز گرفتن نداره، خاموشی و او را میپذیری. وقتی که ما میگیم مستقلیت کلی را در نظر داریم، استقلال کلی را در نظر داریم.
و بعد پیشوای سیاره تاجیکان و یا نجات دهنده تاجیکان میرود در سازمان ملل متحد فقط چیکار میکند؟ آب برای حیات، آب برای رشد و اقلیم بیای صحبت کنی برای من پل بدید که من فلان بسمدون کنم. از ذلت این ملت، از پستی این ملت، از کمبودی این ملت، این مشکلات جهان برای ما ظلم کرده تاجیکان صحبت نمیکند. روسیه برای صحبت نمیکند. در اقتصاد تصمیم گیرنده نسیم صحبت نمیکند. اگر هرچی صحبت کنیم صحبت طولانی تر می شود. من زیادتر خواهش دارم که صحبتم طولانی نشود، طول 1 ساعت باشد، چون برنامه زیادی بچم خسته کننده می شود. بر اساس همین الکی 1 ساعت و 21 دقیقه شد، ولی من کمی اول شب بعد از برنامه قیچی میکنم اون چیزی که یک نوار گذاشتیم تو اینه که بسنجیم بینندگان هستن یا نیستن. از تمام دوستانی که ما را این حال تماشا دارن خواهش میکنیم کانال ما نو است، در کانال ما ابونه شوید و علاوه بر این لایک بگذارید، کامنتاری بنویسید. لطفاً دوستانی عزیز که کانال ما نو است، ما یگانه جایی است که رسما از این پس برنامه را پیش میبریم، کانال جوانان تاجیکستان یا اینکه بسیلایی که ما نوشتیم یا تاجیکستان، و خواهش میکنم از همه شما برادران کانال دستگیری کنید و ابونه شوید، لایک بگذارید و ان شاء الله که در آینده برنامه‌های ما در اینجا بیشتر خواهد شد. و دوستی ما هم در پایان هم باز نوشتن که برق نیست در تاجیکستان الکی و دیگر مشخص معین است که استقلال نبود، استقلال برقی هم به میان نمی آید و این چیز آینده تاجیکستان و در زمستان در تاجیکستان مردم تاجیکستان باز هم مثل سال گذشته متاسفانه آزار و اذیت میکشد. دیگر منتظر مستقلیت نکنید. شما تصمیم گیرنده در حاکمیت نیستید. امروز هر انجام میتین. این فردا زمستان است و در زمستان آینده مادر توجیک، فرزند توجیک و همه آزار و اذیت میکشند. من نمیفهمم که ملت ما، مردم ما چقدر تحمل میکنن، تحمل پذیر شدن که پسترین حالت و ذلترین حالت هم بپذیرند. این واقعا خیلی بد است، خیلی بد است. و از همه شما خواهش میکنم که این ذلت و این بی‌عدالتی را نپذیرید و هیچ وقت اجازه ندید که ملتاتون رو اینقدر پس کنن، اینقدر ناچیز کنن. ما و شما اینقدر ناچیزی نیستیم که با اینجا ما رو بیارن برسونن. با والله قسم اگر که ما ملت یک استقلال کامل رو به دست بیاریم، باور کنید که یک آسیای مرکزی خواهیم ساخت که در اون آسیای مرکزی باور کنید یک اروپای جدید به میان می آید و یک خاور میانه جدید به میان می آید که در اون خاور میانه همون طوری که در گذشته به تجارت در خاور میانه بود، سمرقند و بخارا مرکز تجاری بودند و باور کنید همون طور خواهد بود دوباره، چون ما در جای زندگی میکنیم که می شود گفت که طلای زمین است. طلای زمین، هر چیزی که در اون زمین بزنی اون زمین برای طلا میتید. واقعا جایی که ما زندگی میکنیم از همه جای بهتر است. یعنی منظورم کل خاورمیانه است، تاجیکستان تو نیست. بر اساس همین برادران و خواهران از بود هوا و مناطقی که ما قرار داریم بسیار استفاده کنید و مطمئن باشید شهر صاحب استقلال در اون مرکزی و بتواند استقلال آسیای مرکزی را به میان بیاورد. این باعث می‌شود که اروپای جدید، امریکای جدید در آسیای مرکزی به میان میآید، به وجود میآید و اون پیشروی باعث میگردد که جهان از اونجا هر که عین حال از امریکا اداره کرده میشه در اونجا اداره کرده شد و حد امکان دخولگی به میان میآید که یک اقتصاد قوی در آسیای مرکزی به وجود بیاید. دولت‌های عربی در یک با اصطلاح پوستینه و یک در دشت بیابان زندگی میکنند، ولی دیدید که در یک دشت بیابان توانستند با توسعه بهتر خوبتر رو بیاورند، ولی ما در بهترین اقلیم، در بهترین وضعیت، در بهترین مکان زندگی میکنیم، ولی متاسفانه پیشرفت و توانایی خود تا امروز به دست نآوردیم. سبب اصلیش نبودن استقلال، نه پذیرفتن استقلال و مبارزه نبردن برای استقلال کامل است. این سبب اصلیش است. ما اگر به اون چیز برسیم بدونید که دولت‌های عربی در پیش ما هیچ چیز خواهم بود. مطمئن باشید که دولت‌های عربی چیزن. مثلا من مثال میزنم، همین ایران اگر تحریم ها نباشد و اگر همین مشکلات های آسیای مرکزی عین حال وجود داره به میان نباشد، ما اگر آسیای مرکزی یک دولت کنیم مطمئن باشید که 10 سال از تمام دولت‌های عربی میخواهد گذشت. حتی همین تاجیکستان ما اینقدر دارایی که دارد، افغانستان را بگویید اینقدر دارایی دارد و مطمئن باشید که یک آسیای مرکزی قوی خواهد بود که هیچ نفر او را اداره کرده نخواهد توانست و پیشرفت و آینده
جهان رو همین آسیای مرکزی خواهد کرد. بر اساس همین دوستان عزیز به ارزش نکنید مناطقی که شما دارید و برای استقلال کامل مبارزه ببرید و آینده ان شاءالله که پیروزی با ماست. و بازم از شما تشکر میکنم که طولی 1 ساعت 25 دقیقه با ما بودید و امیدوارم که خستتون نکرده باشم و حرفای سخت زدم نرنجیده باشید و اگر رنجیده باشید از ما عذر بخشش. بازم با توی مهم دستگیری کنین. غیر از این من برنامه الهیده‌ای دارم دوستان. برنامه الهیده‌ای مرا لایک کنه بگذارید، کامنتاری بنویسین، پدیلیسا کنین یا که شریک بسازین در فیسبوک، اینستاگرام و دیگر گروه‌هایی که دارین و ان شاءالله که حتما در آینده برنامه‌های دقیق و بیشتری خواهیم داشت و کوشش می‌کنیم که در خدمت این ملت و این مردم باشیم. دیگر باقی شما رو به خدا میسپاریم و خدا نگهدارتون باشه برادران.